آدمان دوزخی ابدی داخل جنت میشوند یا نه؟ بله، انسان گناهگار اگر پروردگار به فضل کرمش نبخشش، اگر از دنیا به ایمان رفته باشه، وقتی از دنیا به ایمان رفت به اندازه گناهاش یعنی در دوزخ عذابش میکنه، وقتی که به جنت آوردش دیگه ابدی همیشگی در جنت است. وقتی روزای گذشته گفتیم وقتی اهل جنت آخرین شخص، آخرین گناهگاری که از دوزخ از عذاب خلاص میشوه و داخل جنت میشوه، عقیده خودمون اهل سنت و الجماعه این است که خداوند ابدی در جنت محکم میکنه، ابدی در دوزخ محکم میکنه. اهل دوزخ ابدی در عذاب هستند، اهل جنت ابدی در راحت هستند. یعنی که هر انسانی که داخل جنت شد او شخصیت ابدی در جنت است. اینجا برادری عزیز سوال کرده: سلام علیکم دوستان عزیز، شخصی که گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند، اکنون برادر عزیز این انسان دزد نماز میگویند، این انسانی نماز دزد میشود. انسان هایی که نسبت به نماز بی پروا هستند، خداوند در قرآن میگه استعذ بالله فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل است جای نمازخوانها، همون نمازخوانهایی که نسبت به نماز بی پروا هستند، گاه وقت میخوانند گاه وقت نمیخوانند، کدام وقت خوششان داد میخوانند کدام وقت خوششان نداد نمیخوانند. این جمله مردم خداوند گفت ویل از جاشون. ویل چی هست؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از ویل پرسیدن گفتن که الویل وادی فی جهنم، گفتن ویل یک جای پستی هست در قعر و پستی جهنم که تمام چرک و زردابی دوزختی ها در همون ویل میچکیده است. ویل پسترین و سختترین عذاب دوزخ در قعر جهنم و دوزخ است. رب العالمین گفت انسان هایی که نسبت به نماز بی پرواهند، گاه میخوانند گاه نمیخوانند، جای اونها ویل است، یعنی پسترین جای عذاب دوزخ است. فقط قضا کردنی یعنی نماز در یک حالت عذر حساب میخوره که انسان در خواب بمانه، در خواب ماندی، شخصیت بیدار نکرد یا اینکه بیدار شده نتوانستی، فقط و فقط اون برای انسان عذر میشود. دیگه اینکه من در کار هستم نتونستم خوانده یا در یگان جا بند بودم خوانده نتونستم، اینها برای انسان عذر نمیشن برادر عزیز. فقط خواب برای انسان عذر، دیگرش عذر نمیشود. البته خیلی از همه گناهی بزرگتر، گناه سختتر نماز قضا کردن است. خیلی گناهی سخته برادر عزیز بزرگواری من.